سلام دوست من، به کانال آشپزی مزگان خوش اومدی. امروز میخوایم با هم این دسرای رنگی و خوشمزه رو درست کنیم که بافت خیلی نرمی داره و فقط با چند قلم مواد درست میشه. پس با من همراه باش تا بهت بگم چطور درستش کنی. نصف پیمانه نشاسته ذرت تقریبا 4 قاشق غذاخوری میشه، همراه با شکر نصف لیوان و نوک قاشق چایخوری هم وانیل اضافه میکنیم و بعد از اون از ژله رنگی، حالا هر رنگی که دلتون خواست، من از رنگ قرمز استفاده کردم و برای سری دومم از رنگ زرد. خوب همش میزنیم تا این موادمون یک دست بشه. بعد از اون نیاز داریم به 2 لیوان شیر سرد. دقت کنید که حتما شیر سرد باید استفاده کنید. خوب هم میزنیم تا موادمون یک دست بشه و بعد از اون میذاریمش روی حرارت ملایم. وقتی اومد روی حرارت ملایم خوب هم میزنیم و مداومت میکنیم روی این کار تا به غلظتی که دلمون میخواد برسه. توی فیلم میتونین غلظتش رو ببینید. وقتی به این غلظتی که توی فیلم نشون داده شده رسید دیگه کافیه و شما میتونین ادامه دسر رو درست بکنید. حالا اونا رو داخل لیوانای کاغذی میریزیم و حدوداً بین 8 تا 10 ساعت باید بره توی یخچال تا خودش رو بگیره. آماده شدن برن توی یخچال. بعد از اینکه کاملا بست به راحتی با قیچی میتونیم جداشون کنیم. دقت کنین ببینین چقدر راحت جدا میشه. حالا اونا رو توی پودر نارگیل غلط میدیم و بعدش به ابعاد دلخواه برش میزنیم و با خلال پسته تزیینش میکنیم. اگه میخوای از آموزش‌های بعدیمون خبردار بشی، گزینه زنگوله رو فعال کن و کانال ما رو دنبال کن.